موتور سنگینم داشتم نگاه میکردم، کاوازاکی نینجا H2 32,000 تا 2,000 تا پیش پرداخت بدیم، ما 500 تا قسطشه. لیزش هم اجارش کنی 2 سالش بود، 600 تا پیش پرداخت بدی، ماهی 180 تا 200 مثلا 50 تا. بعد H2 هم هست، Z1000 هم هست 11,000 تا، آره 11,000 تا BMW 1000، همه چی هست اینجا. هم میتونی هم بری لیست کنی، هم میتونی بری بخری. با ماهی 400-500 دلار بخری، با ماهی 200-250 دلار هم اجاره کنی. 2 سال سوار شاید ببری پس بدی یکی دیگه بی. آره موتور سنگین هم خوبه، آره عشقه.